اما یاد ما و شما باشه که مفهوم موفقیت در دو تا هدف خلاصه میشه، یکی سلامتی فیزیکی روانی، یکی خوشبختی. غیر از این دو تا هر چیز دیگه وسیله است. یعنی در نهایت هدف اصلی انسان اگر از نظر علمی تحلیل و تجزیه کنیم، شاید در دید کوتاه بگوی هدف چیز میگه دکتر میشم یا تجار میشم، ولی در نهایت هدف انسان دو چیز است، خوشبختی و سلامتی فیزیکی روانی. اینی انسان به این دو چیز باید برسه. هر چیزی که دو تا را بگیره او دیگه ارزش نداره. هر چیزی که دو تا را از پیش ما میگیره، مثلا مثال میگیم شاگرد مکتب پرسان میگه صاحب هدفت چیست؟ به هدفم است که در کنکور در طب کامیاب شم. خود که دکتر شوی چی که مریض تداوی کنم و پول بگیرم، یا از جور شدن مریض خوش میشم، سعی که خوشی هدف است، یا پول گرفتم خب خیر تا بالی هم کل از اینا وسیله است به خاطر به دست آوردن پول. بعدش میگی پول چی کنی؟ خانه بخرم. خب خانه بخری چی که درش خوش باشم، موتر بخرم که از خوش باشم. خیر خوشی هدف است.